دوستای عزیز سلام. سلام و احترام. ما بیادر از برکت شما بسیار تعالیم بار بر کلیف میبینم. بالا سلام خدمت خودتان بیننده های عزیز. امید که جور صحتمند تندرست لباس عافیت وطن داشته باشین، در هر کجایی که باشین در امان روزگار یکتا و یگانه باشین. امروز اندخوی جان زیبا را آمدیم. اندخوی باستان، اندخوی که در بین اقوام مختلف جایگاه خاص خود داره، جایگاهی که علم و معرفت با کمال تعارف، همچنان جایگاهی که بهترین شاعران برجسته اقوام ترکمن، شاعران برجسته اقوام ازبک و همچنان برجسته های علمای کرام خود داریم. جایی که ما امروز قرار داریم مارکتی است که تازه افتتاح شده یا قبلا افتتاح شده بود. ما امروز خواستیم که از این دیدن کنیم. اندخوی در نهایت 4 ولسوالی بازار مشترک خود داره. ولسوالی های خنچرباغ، ولسوالی های قرمقل و قرغان و خود اندخوی می باشه. اندخوی در نهایت در بندر مهم آقینه وصل است. اندخوی یکی از ولسوالی های فاریاب است که درجه 1 و شمار میره. با ما باشین. سلسله مراتب جایی که قهرمان والیبال افغانستان، زادگاه قهرمان والیبال افغانستان یعنی حاجی غلام رسول حیدری می باشه. حتما در این باره هم همراهشان شما را شریک می سازیم، ویدیوهایی که همراهشان صحبت کرده باشیم. امروز با باشین که اندخوی بهترین جاهای اندخوی بر شما به نمایش بگذاریم. بیننده ما باشین.